منوچ بدبخت شدم. جلال تویی؟ بوده من میریم پولو. محل شماست اینجا؟ آره اینجا چه کار میکنی؟ دست روزگار رو میبینی منوچ. تو محل شما عاشق شدم. فقط نمیشناسمش. نشستم اینجا بلکه برگرد. چه شکلیه؟ شکلشو که نگاه نکردم. تو مرام ما نیست. تو میری قیافشو نگاه نکردم. یعنی تو خودشو ندیدی عاشقش شدی؟ ای بابا منوچ جون، تو که میدونی این دل صاحب مرده حساب کتاب نداره که. جلال اینجوری نمیتونی پیداش کنی. منوچ یعنی گمش کردم؟ آخه فلک دیدی چه خاکی بر سرت کرد که در غربت تو را عاشقت کرد. آی جلال جلال تو عاشق این شدی؟ ستاره خانوم. بله. من اسمم جلاله. بهم میگن آقا جلال. چاکریم. ها؟ سلام. ستاره. آقا جلال و ننش امشب میان خواستگاری من. آقا جلال یه آدم به قد بلنده، خشنه که سیبیلاش هم مثل فرمون دوچرخه است. چی؟ آقا جلال و ننش امشب ساعت 8 میان خواستگاری من. آقا جلال و ننش هم کلاسی تن؟ نه، آقا جلال و من خودم تو کوچه باهاش آشنا شدم. تو کوچه باری کلا؟ او 8 نه 8 یعنی 3 ساعت دیگه؟ آره دیگه، آقا جلال گفتش که بنک خونشون یه جایی که تهران تموم میشه تا بره ننشو برداره بیاره 3 ساعت طول میکشه. ببخشید من یه لحظه برم پیش فرید. که چی بشه؟ خب برم ببینم که فرید جلال و ننشو میشناسه یا نه. آقا جلال آقا جلال چرا حال میشی؟ برم ببینم شاید اصلا منصرفش بکنیم. چرا؟ خب خیلی خوبه که آقا جلال و ننش بیان خواستگاری من. کنفدراسیون تبخیرت میکنه. بفهمه منم راحت میشم. خیلی خوبه. چه بدی داره؟ آقا جلال و ننش. آفرین. من 100 بار به شما نگفتم بابا، 2 بار به این دلیل